واژه چکن به طریق چکین آمده است و گفته شده است که چکین مثلا در برهان قاطع که یک نوع دوختنی هست که با واسطه کشیده دوزی هست که از رشم و الوان می‌دوزند آن را. پوشیدن است که نوابسته به قیمت تاریخی و عظمت داشتن چکندوزی و چکنپوشی تا اندازه در گوشه فراموشی قرار داشت. محض اعلان داشتن سالهای 2019 و 2021 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، این نوع هنری ملی و تاریخی دوباره احیا گردید. در واقع چکن و چکندوزی یک نوع هنری اجدادی مردمی تاجیک بود. تاریخ بسا پرغناوت و قدیمه دارد که پیدایش و استفاده آن را معمولا به ساکنان شهر کلوب ولایت ختلان نسبت می‌دهند. اگرچه امروز با هدایت‌های پیوسته سرور دولت استفاده این نوع لباس ملی با طرح و اصول گوناگون در همه مناطق تاجیکستان از طرف بانوان استفاده می شود، چون سخن درباره چکن می رود به شک پیش نظر چکندوزان و چکنپوشان کلوبی جلوگر می شود. تاریخ گلکشی و گلدوزی تاجیکان با تشکل عقیده و جهانبینی، هنرهای آرایشی و زیباپرستی خلق تاجیک وابسته بوده. در ادبیات علمی و بدیعی و همچنین در لغتنامه‌های فرهنگ جهانگیری برهان قاطع، فرهنگ رشیدی و دیگر فرهنگنامه‌ها اصطلاح چکن و معنای آن تفسیر شده است. در شهر نواحی کلوب چکندوزی و چکنپوشی را در چادر و پیراهن و رویمال و جهاز گهواره تصویر نموده. برای زینت و نظر روا گشتن نقش چکن، بانوان اصلا متاهای سرخ و سفید را انتخاب می‌نمایند. معلوم می‌شود که گذشته‌های ما در سابق با این هنری مردمی یک نوع ارج می‌گذاشتند و چون استفاده متا آغاز گشت، یعنی زیبایی پرستی الکی یک نوع در شعور انسانیت پیدا گشت. این است که تصویر رمز، نقش و نگار و انتخاب رنگ‌ها با زیبایی پرستی گذشتگان دور ما منسوب است. نیاگان ما نوع‌های گوناگون نقش پردازی و گلدوزی را در روی متا عصرها پیش آغاز نموده بودند. دلیل این حرفیات ارخئولوژی باستانشناسان است که از گلستان دهه اتفاق ناحیه فرخار پارچه گلدوزی شده را پیدا نمودند که به عصر 3 میلاد تعلق داشته، بازیافت نادر به شمار می‌رود. اون پارچه متایی که از ناحیه فرخار یافتند، یعنی همون چکندوزی متعلق به هزاره 4 پیش از میلاد، یعنی که تخمین میکنن همینه تاریخیت این هنر مردمی شهادت میدهد. یعنی که معلوم میشود که گذشته های ما در سابق با این هنری مردمی یک نوع ارج میگذاشتند. گذشتگان ما از دوره‌های قدیم از نخ‌های ابریشم و پختگین متاها استحصال می‌کردند و تا به امروز در صنعت گلدوزی بیش از 700 نوع این نقش معمول گشته است که بخشی از آنها تا حال مورد کاربرد قرار دارند. چکن نیز یک نوع از کشیده‌دوزی ملی تاجیک است که در کلاب و نواحی نزدیک آن پهن گردیده است. نوابسته از آن که در کلاب بانوان به کارهای صحرایی نیز بند می‌باشند، چکندوزی را یک نوع شغل و وسیله فراغت خود می‌پندارند. من 3 جا 4 جا زمین دارم، من باغ دارم، باغ من میکنم. با من وقت میوم، در وقتی که من 1 ساعت اگر وقت داشته باشم، من همین نیم ساعت زیاد میرم چکن میدوزم، من 20 یا 25 مینوت میرم من استراحت میکنم. با گذشت ایام در چکن نوآوری‌ها نیز واری شد که این برای به زمانه مطابق کردن مساعدت می‌نماید. تغییرات و دیگرگونی‌ها از نیمه دوم عصر 20 به گلدوزی چکن وارد گردیده و تا امروز مشاهده می‌شود. نقش‌هایی که در روی متا گلدوزی می‌شود به نوع‌ها جدا شده، هر یک به خود رمز و خصوصیت‌های خاص خود را دارد. باید گفت که چکن و کشیده‌دوزی هنری میراث زنان و بانوان تاجیک میباشد که از نسل به نسل باقی مانده است. امروز در شهر کلاب و دیگر گوشه‌های تاجیکستان به خاطر رشد هنری چکندوزی و بیشتر به همگان دسترس نمودن کرتا و دیگر پیراهن‌های چکنی، مغازه و دکان‌ها فعالیت می‌کنند که در برابر خریداری نوخانه‌داران، سیاحان داخلی و خارجی نیز از آنجا بازدید کرده از هنری بانوان تاجیک حلاوت می‌برند و آن را چون یک ارمغان خاطروی از کشور ما با خود می‌برند. ما هنرمندان کوشش می‌نماییم چکن را در 100 رنگ با تصویر زیبایی‌های طبیعت افسونکار تاجیکستان در داخل و خارج کشور معرفی نماییم. با تشبس‌های سازنده سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی الرحمن، صنعت چکندوزی با تمام نزاکتش بار دیگر احیا گردیده در جهان شهرت پیدا نموده است. در چکن دنیای رنگینی زیبایی‌های جهان توسط رنگبازی، ریشته و سوزن با نقش و نگار نادر ملی تاجیکی به هم آمده بیننده را مفتون می‌گرداند. عین زمان چکن مرزهای تاجیکستان را عبور کرده بیشتر دقت خارجیان را جلب می‌کند. تاریخ تاجیکان با صحیفه‌های رنگین خود خزینه طلایی جهان را باز هم رنگین‌تر نموده است. این است که تاجیکان از قدیم عنعنه و سنت‌های اجدادی را
را در زمین خود میپرورند و امروز دولت صاحب استقلال تاجیکستان در عرصه جهان سیمای خود را چون تبلیغگر ارزش‌های بشردوستانه معروف گردانیده است که 29 نوامبر سال 2018 در جلسه سالانه کمیته حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکند بر روی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل کرده شد که برای هر فرد تاجیک این افتخار و شرف بزرگ است. خدای ریبالی خورشید نظیرمت، عالم جان میرزایف برای برنامه اخبار.